اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی و من شعله گلخوجه شما را با آخرین خبرهای روز 28 دکبر آشنا میکنم. امروز در برنامه ترکیش نوبتی و پرتلفات در پی حمله روز پنجشنبه در شهر کابل 40 نفر جان باخته و 31 تن دیگر زخمی شدند. وحشتناک بود. بس مرده سر مرده تو مثل گوسفند دریافتیده بود. برنامه چی بود؟ برنامه کدام کمیته فرهنگی بود. رو به رحم خدا بازگشت و اخراج صدها مهاجر کاری از روسیه به وطن شماره مردکاران را در بازارهای تاجیکستان بیشتر کرد. برای خیلی بگوییم ما سومی بیایم یا کاتج روز کنیم یا خانه روز کنیم یا تریود نمیرسونیم. با مویلبی مثل فردی مرکیوری و با حرکت‌های مایکل جکسون، یک افسر پلیسی هند با اصول غیر عادی روایی به نظام ماشین‌ها را به تنظیم می‌درآورد. بر اثر حمله روز 28 دکبر در شهر کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات انتظامی افغانستان میگویند همه قربانیان افراد غیر نظامی هستند و احتمال دارد شماره آنها بیشتر باشد. حکومت ریاست جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده آن را جنایت ضد بشری خواند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. در شهر کابل مقامات امنیتی محلی حمله مرگ طلبانه را محاصره کردند که در نتیجه آن کم از 40 نفر کشته شد. ترکیش روز پنجشنبه 28 دکبر در نزدیکی یک مرکز فرهنگی شیعه مذهبان به وقوع پیوست. خیلی وحشتناک بود. بس مرده سر مرده تو مثل گوسفند دریافتیده بود. برنامه چی بود؟ وزارت امور داخلی افغانستان گفت در این حادثه 30 تن دیگر جراحت برداشتند. علی ریزا یکی از شاهدان حمله میگوید در سرنوشت پسر عمکش که آنجا بود نگران است. دیده بود من دنبال همون بچه کاکایم بودم، یکیش گم است، هنوز نمیفهمم که او زخمی است یا شهید شده، یکیش جور بود. اونجا تعداد شهدا زیاد است. مقامات میگویند بمبگذار مرگ طلب به مرکز فرهنگی وارد شده خود را در بین مردم ترکاند که در مراسم 38مین سالگرد تجاوز شوروی به افغانستان را به یاد می آوردند. بعد جمع آمدن مردم برای کمک به آسیب دیدگان، دو ترکش دیگر در نزدیکی بینای مرکز فرهنگی شیعیان به وقوع پیوسته است. گفته می شود بسیاری از آسیب دیدگان دانشجویانند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته گروهی به نام دولت اسلامی در محله های عمدتاً شیعه نشین در کابل بمبگذاری ها انجام داده است. در ادامه موضوع افغانستان، رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با افسران نهادهای امنیتی فعالیت نیروهای مرزبانی را تنقید کرده و از آنها خواست که پاسبانی مرز با افغانستان را بهتر کنند. در ملاقات روز 28 دکبر بخشیده به افتخار روز کارمندان مقامات امنیتی ملی، امام علی رحمان نبودن انتظام حربی قانون شکنی ها ضمن پاسبانی مرز را تنقید کرد و از رهبران کمیته امنیتی ملی خواست این کمبودی ها را اصلاح کنند. چند پیش ضمن مقاومت با قاچاقبران مواد مخدر در مرز با افغانستان یک افسر بلندپایه توجیه کشته شد. امام علی رحمان همچنین خواسته است که تلاش‌ها برای جلوگیری از افراطگرایی در بین جوانان افزایش یابد. امروز پرزیدنت روسیه نیز با نظامیان و کارمندان امنیتی کشورش گفتگو داشت. ولادیمیر پوتین در این همایش ترکیش شام دیروز در شهر سنت پترزبورگ را عمل تروریستی عنوان کرد. بر اثر ترکیش در فروشگاه خوراکواری 13 نفر زخم برداشتند. معلوم نیست که در میان آسیب دیدگان شهروندان تاجیکستان هست یا نه. به گفته مفتشان گمانبر احتمالی در کامرای نظارتی ثبت شده است. عبدالله شروف با جزئیات بیشتر. شام 27 دکبر در مغازه در شمال شهر سنت پترزبورگ ترکیش به عمل آمد. پلیس گفت در نتیجه چندین نفر زخم برداشتند. 10 نفر با جراحت‌های جسمانی به بیمارستان انتقال داده شدند. به زندگی آنها خطر تهدید نمی‌کند. بنا به گفته کمیته تفتیشات روسیه، ترکیش در مکان قطی‌های نگهداری اشیا به عمل آمد. اقتدار انفجار با شدت 200 گرم تراتیل یکی از ماشین‌های پول نقد را از کار برآورد. کمیته میگوید بمب خود ساخت بوده است. مفتشان میگویند ترکیش سوء قصد به جان محسوب می شود.
برمیگردیم به توجیکستان. شدید شدن نظام کار در روسیه و اخراج صدها مهاجر توجیک از این کشور شماره کردیان را در توجیکستان بیشتر کرده است. حکومت توجیکستان به خاطر کاهش بیکاری سر چند وقت یارمارکه‌های جای کار را اندازی میکند، ولی برابر افزایش اهالی تعداد افراد بیشغل هم زیاد می شود. این شب و روز گروه مردکاران را در گوشه و کنار پایتخت میتوان مشاهده کرد که انتظار کارفرما می نشینند. همکاران ما این موضوع را تحلیل کردند. جمالدین قاسیموف ساکنی 50 ساله ناحیه واسه را مقامات خدمات مهاجرت روسیه 3 سال قبل اخراج کردند. او برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم شد. جمالدین برای دریافت رزق 6 فرزند و همسرش 3 سال اخیر در شهر دوشنبه مردکاری میکند. او میگوید 2 سال اخیر پیدا کردن کار خیلی مشکل شده است و بعضا چند روز در هوای بازی گرم و سرد منتظر کارفرما می نشینند. هم قدر میویم که هم زندگیمون هم پیش میبریم خلاص. برای خیلی بگوید ما سومی بیایم یا کاتج روز کنیم یا خانه روز کنیم یا تریود نمیرسونیم. هم زندگی را لیل سر به سر میبریم. جمالدین در مردکار بازار محله 82 شهر دوشنبه منتظر کارفرما می نشیند. این از اولین مردکار بازار در شهر دوشنبه است. حالا شماره این گونه بازارها در دوشنبه تقریبا به 10 تا رسیده است. امسال شماره کارجویها در بازار محله 82 پایتخت تقریبا 1 برابر افزوده است. خیلی پیشتر آدم‌ها کمتر بود. مثلا 6-7 سال پیش یا 10 سال پیش آدم‌ها کمتر بود. 30-40 نفر، 50 نفر، 60 نفر همین قدر آدم بود. حاضر 100-150 نفر زیاد شده. روزای شنبه یک شنبه با نیازمندایی که با نیازمند یعنی شما شیم دوران مثال مبلغشون نمیرسه حساب کم بغلیشون با میان همجوره با صفشون زیادتر شدن میگیرن. جمالدین ختم کرده دانشکده کشاورزی تاجیکستان است. مثل او صدها نفر مردهای دیپلمدار در اینجا منتظر کارفرما نشستند. بر اساس یک پژوهش مشاهدوی آماری آژانسی آمار تاجیکستان که با پشتیبانی بانک جهانی میان بیشتر از 4000 خانواده انجام داده است، از 1,150,000 نفری که مستقلانه خود را به کار تأمین میکنند 29% کاری غیر رسمی دارند. کارگران غیر رسمی اساساً به مردکاری مشغولند. اگر که مردکارایی که مثل فعالیت خودشون را رسمی در مقامات های انداز به قید گیرند، مثل در شکل یا شهادت نامه یا در شکل پتنت، و اگر که در شکل اگر که و یا به قید نگرفته باشند طبق همون مشاهده های آماری آنها به شغل یعنی که به امور فرا گرفته می شوند که و یا اساساً یعنی که فعالیت میکنند، فقط غیر رسمی فعالیت میکنند. در تاجیکستان 2,342,007 نفر نیروی کاری ثبت نام شده است. 51,001 نفر رسما همچون بیکار ثبت نام شده است که 12% افراد قابل کار را تشکیل می دهد که در قیاس با یک سال پیش 5.8% کمتر شده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. مقامات امور داخلی تاجیکستان به تحقیق قضیه هلاکت یک جوان شروع کردند که جسدش دیروز از لب رودخانه دوشنبه پیدا شد. طبق فرضیه تفتیشات اسماعیل قربانمادov ساکن ناحیه وسه دست به خودکشی زده است. قربانمادov 27 سال داشته، صاحب 2 فرزند نابالغ بوده است. دیروز معلوم شد که این جوان پیش از مرگ به مادرش مکتوبی گذاشته او را تسلی داده است و نوشته است که همسرش میتواند بعد درگذشت او شوهر کند، ولی در این نامه هیچ اشاره به سبب خودکشی قربانمادov نیست. فعلا تحقیق قضیه را دادستانی ناحیه فردوسی پیش میبرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان با تغییر کودکس جنایتی جزا رو برای افرادی که پدر و مادر پیرشان را نگاهبین نمیکنند سخت‌تر کردند. من بعد فرزندانی که از پرستاری پدر و مادر برجامانده دست میکشند تا 3 سال زندانی میشوند. کودکس اصلاح شده رو وکیلان مجلس ملی روز 21 دکبر قبول کردند. تا این دم فرزندان بی‌مسئولیت از 120 تا 180 ساعت یا تا 2 سال به کارهای اصلاحی و یا زندان شرطی محکوم میشدند. سال 2016 قانونگذاران تاجیکستان با علاوه بندی نو به کنستیتوسیا فرزندان بالغ و قابل مهنت را به تامین مالی پدر و مادر موظف نمودند. حالا در خانه‌های پیرانسالان تاجیکستان بیش از 1000 کهنسال پرستاری میشوند. مقامات میگویند این پیرانسالان از مهر و شفقت فرزند محروم شدند و احساس تنهایی و بی‌کسی میکنند. در جامعه تاجیکستان عنعنه باقی مانده است برابر باریدن برفی اول ساکنان به همدیگر برفی می نویسند. در این برفی نامه ها بر علاوه آن که همدیگر را با برفی نخستین تبریک میگویند همچنین خواستار هدیه و یا ضیافت می شوند. اما شرط این است کسی که برفی نامه می نویسد حتما آن را باید طوری به جیب دوستش بگذارد و یا به خانه‌اش پرتاید تا فردی برفی نامه گیر پیخست نکند. سعدی از نیمه فصل تیر ماه به صبرانه انتظار باریدن برف بود تا به همدهگانش مژده آمدن زمستان را رساند. ذره ذره برف می بارد سفید، یک ضیافت از شما داریم امید. صندلی را سازید از علو، شیر برنج و منتو و آشی پلو. در نهایت به او میسر شد مژده باریدن برف یا برفی را به یکی از همدیگانش سپارد. به قول خودش به دست هم نافتاد. ایده کی آورده باشه؟ برفی آورده باشه با آش گفتگیه. ساکنان دهه آبی خرف و مثل اکثر دهات تاجیکستان عنعنه خوبی برفی اول را حفظ کردند که عادتاً به سال نو راست می آید. این رسم و رسوم برفی نویسی اساساً حزلهای برادری و دوستی است. من فرض کردم در مردم ما وقتی که عرفه سال نو می شود با دوستان و با رفیقان یکدیگر برفی می نویسند برای حزل و شوخی، برای قرضدار کردن یکدیگر با همین بهانه یک ضیافت میکنند. اما در رسانیدن این مژده نه همه موفق می شوند. داود هم بخت خود را سنجید. برفی ناورده! رسم این عنعنه چنین است که نفر در رسانیدن برفی موفق شود او را ضیافت انتظار است. در عکس حال برف و جزا، یعنی یا گوشت میخوری یا مشت. اما چیزی که خودش تشکیل کرده است و به گردن خودش بر میشد. من فرض کردم اگر خوراک ملی باشه پختن آش یا که قرطو یا که شکرو و مجبور است که همون شخصی که او رو دستگیر کرده است ما رو ضیافت کنه. نگاه میاندازیم به هندوستان. راههای ماشینگردی هندوستان بنابر رعایت نشدن قاعده‌های راه از بی‌نظم‌ترین در جهان است. روای بی‌سر و سامان نقلیات نه تنها حرکت ماشین‌های رانندگان پرتجربه بلکه کار ناظران راه را خیلی دشوار می‌کند. ولی یک افسر پلیس با نام رنجیت سینگ حرکت نقلیات در راههای سیرماشین و ناامن را نه با چوب دست بلکه با رقص‌های مایکل جکسون به تنظیم می‌درآورد. راننده ها نیز هنگام راه دادن ماشین های سمت مقابل صحنه برای دیدن در شهر پرغوغای ایندوری هند دارند. رنجیت سینگ میگوید که سالهای طولانی مخلص مایکل جکسون بود و 12 سال پیش رقص‌های او را یاد گرفت و توانست حرکت بی‌نظم نقلیات در مرکز شهر را به ترتیب بیاورد. حرکت‌های ماهرانه و هنرمندانه این افسر پلیس هند رنجیت را معروف کرده است. در فیسبوک 50,000 مخلص دارد و ویدیوهایش را تقریبا هر روز در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند. بی‌نظمی در راه‌های هند یک امر معمولی است و حالا یکی از دانشگاه‌های کشور تحقیق دارد که تا چه حد اصول رنجیت سینگ می‌تواند در تنظیم حرکت نقلیات و پیشگیری از تنبشوی در راه‌ها جلوگیری کند. و
ҳукумати Украина ва ҷудоиталабони тарафдори Русия ба табодули деринтизори асирон дар наздикии шаҳри Ҳорливка дар шарқи кишвар хотима доданд. Садҳо асири собиқ рӯзи 27 декабр аз хате гузаштанд ки минтақаҳои зери назорати ҳукумат ва ҷудоиталабонро аз ҳам ҷудо мекунад. мақомот гуфтанд ки ҳукумати Украина 238 нафарро ба ҷудоиталабоне супориданд ки вилоятҳои Луганску Донецкро дар даст доранд. ҷудоиталабон дар иваз 74 сарбозу ғайринизомиёнро ба ҳукумати Украина таслим карданд. با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. بعد 24 ساعت دیگر با شما در همین استودیو ملاقات خواهیم کرد. خبرگزاری‌های بیشتر را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و گزارش‌های ویدیویی را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی نیز دسترس است. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار هر یک شما.